أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد کردن. پس ما و شما این کتاب را درسی گذشته شروع کردیم. امام نووی رحمه الله 6 آیت از آیت‌های گوناگون از قرآن عظیم الشأن برای ما و شما تقدیم کرد و اون را ترجمه و بیان کردیم و امروز باشد میگذاریم به قسم حدیث های کتاب جهاد. اولین حدیث کتاب جهاد حدیث 1284 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1284 کتاب ریاض الصالحینش میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی پرسیده شد رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی رسول الله را پرسید که ای العمل افضل، یعنی کدام عمل افضل و خوبتر و با ثوابتر می باشد؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ایمان بالله و رسوله، یعنی اولین عملی که ثوابی بیشتر و زیادتر و افضلتر هست این ایمان آوردن به الله و به پیغمبر است. یعنی ایمان آوردن، مسلمان شدن، اهل توحید شدن، این بزرگترین عمل می باشد. قیل ثم ماذا، باز پرسان شدن که بعد از این چی است؟ یعنی بعد از ایمان به الله و رسول باز کدام عمل بهتر و خوبتر و افضلتر است؟ قال الجهاد فی سبیل الله، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که جهاد در راه الله، یعنی جهاد کردن در راه الله همچنین از بزرگترین عمل می باشد. پس جای شاهد از این حدیث همین موضوع است، زیرا که حالا ما و شما در کتاب جهاد هستیم. پس دویم بزرگترین عمل بعد از ایمان آوردن به الله و پیغمبر این جهاد کردن در راه الله جل جلاله هست. قیل ثم ماذا، باز پرسان شدن که بعد از جهاد باز کدام عمل افضلتر و بهتر و خوبتر هست؟ قال حج مبرور، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حج مبرور، یعنی حج کامل و پررو و مقبول همچنین از بهترین عملها و پرثوابترین عبادت ها می باشد. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1284 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1285 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله می فرماید وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قلت یا رسول الله، ابن مسعود عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید گفتم که ای رسول الله ای العمل احب الی الله تعالی، یعنی کدام کار هست که محبوب ترین کار در نزد الله باشد؟ یعنی محبوب ترین کار و اون کاری را که الله جل جلاله بسیار دوستش بدارد کدام کار هست؟ قال،
ابن مسعود میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الصلاة علی وقتها، یعنی نماز در وقت خودش، نماز در وقت خودش خواندن این پر ثواب ترین یا محبوب ترین عمل می باشد که انسان نماز در وقت خودش بخواند، یعنی در اول وقت بخواند. یعنی انسان بسیار مواظب و وابسته همیشه فکر و اندیشش به وقت نماز باشد که وقتی نماز فرا رسید نمازش را بخواند. الصلاة علی وقتها پس معناش این است وقتی نماز رسید نمازش را بخواند، نه اینکه به تأخیر که دیرتر بخواند و یا که قضاش بکند و یا از دست بتیهد نماز را، نه، بسیار متوجه به نماز باشد. پس این عمل، یعنی انسان بسیار متوجه شود به نماز، این محبوب ترین عمل در نزد الله جل جلاله بوده است. قلت ثم ایو، ابن مسعود میگوید گفتم که بعد از این چی؟ باز محبوب ترین عمل در نزد الله چی است؟ قال بر الوالدین، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که بر الوالدین است، یعنی نیکویی کردن به پدر و مادر، احترام پدر و مادر را به جا آوردن، عزت و حرمت پدر و مادر را به جا آوردن، همچنین از بزرگترین محبوبترین عملها در نزد الله جل جلاله است. قلت ثم ایو، بعد از این میگه گفتم باز محبوب ترین عمل چی است؟ بعد از این دو کار باز کدام کاری هست که در نزد الله جل جلاله محبوب باشد؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که الجهاد فی سبیل الله، یعنی جهاد کردن در راه الله. جهاد کردن در راه الله همچنین از بزرگترین یا محبوب ترین عمل در نزد الله جل جلاله است. پس موضع شاهد همین جاست، الجهاد فی سبیل الله، یعنی جهاد کردن در راه الله، جهاد شرعی و جهاد دینی و جهاد اسلامی که قرآن و سنت ما و شما را به آن جهاد فرموده است و امر کرده است. آن جهاد محبوب ترین عمل در نزد الله جل جلاله می باشد. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1285 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1286 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید وعن ابی ذر رضی الله عنه قال، یعنی از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفت قلت یا رسول الله، ابو ذر رضی الله عنه میگوید گفتم که ای رسول الله، ای الاعمال افضل، یعنی کدام عملها افضلتر و خوبتر هست؟ قال الایمان بالله والجهاد فی سبیله، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که ایمان آوردن به الله و جهاد کردن در راه الله این افضلترین عمل می باشد. اول ایمان آوردن به الله، دوم جهاد کردن در راه الله، این دو عمل افضلترین عمل ها می باشد. این حدیث هم همچنین حدیث متفق علیه می باشد که امام بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردگی است. بعد از این حدیث 1287 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن انس رضی الله عنه، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی انس رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لغدوة فی سبیل الله او روحة، یعنی یک بیگانی، غدوة یک سحری در راه الله جهاد کردن، او روحة یا یک بیگانی، یک شامگاه در راه الله جهاد کردن، خیر من الدنیا و ما فیها، یعنی بهتر از دنیا و هر آنچه در دنیا هست بهتر می باشد. ببینید
یک وقت بامداد، یعنی یک وقت بامداد جهاد کردن در راه الله یا یک وقت شام جهاد کردن در راه الله بهتر از دنیا و هر آنچه در دنیا هست بهتر است. ببینید از همه چیز بهترین چیز می باشد، زیرا اینکه جهاد یکی از بزرگترین عمل ها است. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1287 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1288 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1288 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال، یعنی از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت: اتی رجل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، میگوید آمد مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و پس گفت. حضرت ابو سعید خدری میگوید مرد نزد پیغمبر آمد و گفت که فقال، پس گفت: ای الناس افضل، میگه گفت کدام مردم افضل و خوبتر و بهتر هستند، یعنی از این مردم ها کدامش از انسانیت بهتر و خوبتر است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که مؤمن یجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله، یعنی اولین انسانی که افضل ترین انسان است و بهترین انسان است اون مؤمن هست. مؤمنه که مسلمانه که یجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله، جهاد میکند با نفس و با مالش، یعنی با جانش با جسمش میبراید جهاد میکند، در راه دین خدمت میکند، خونش ریزانده میشود برای کلمت الله، برای حکم الله جل جلاله را حاکم قرار دادن، و همچنین مالش را در راه جهاد، در راه دین، در راه خدمت به اسلام صرف میکند. پس این انسان میگوید افضل ترین انسان است. افضل ترین همون کسی است که با جان و با مالش جهاد میکند در راه الله. قال ثم من، ابو سعید خدری میگوید باز گفت، همون مردی که نزد رسول الله آمد و گفت ثم من، یعنی بعد از این مردی که جهاد کند در راه الله با مال و جانش، باز کی است بهترین مرد یا در درجه دوم کی است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که مؤمن فی شعب من الشعاب یعبد الله، یعنی مؤمنه که در دره از دره ها عبادت الله را بکند. یعنی دوم درجه مؤمنه در دره از دره ها می رود، یعنی خلوت می کند، از مردم دور می رود، به کوه ها بالای کوه می براید، از مردم دور می شود. یعبد الله، در اونجا تنها الله را می پرستد، در اونجا با عبادت الله مشغول می شود. و یدع الناس من شره، و ترک می کند مردم را از بدیشان. پس مردم را ترک می کند، با بدیهاشان مردم را، که از بدیش مردم را ترک می که ضرر این انسان به دیگرها نمی رسد و ضرر دیگرها به این انسان نمی رسد، و دور می رود بالای کوه الله جل جلاله را عبادت می کند. میگه دوم درجه بعد از جهاد همین است، افضل ترین انسان همین انسان می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. اما درباره این حدیث کمی احتیاج به تفصیلات و توضیحات داریم. یعنی آیا همیشه انسان مسلمان ترک بکند مردم را، براید بالای کوه و خلوت بکند، این افضل و خوب است؟ همیشه خوب است؟ نه، همیشه هیچگاه خوب نیست. کی خوب است؟ همون زمانی که فتنه زیاد شود، انسان دعوت کرده نتواند، انسان در عبادتش آزاد نباشد، انسان در عبادتش آرام نباشد، در این صورت افضل و خوبتر همین است که ترک کند، همه را به کوه ببراید. چرا؟ زیرا اینکه اگر کمی آزار باشد،
اما انسان عبادت کرده بتواند، دعوت کرده بتواند، در این صورت در بین مردم باشد خوب است. زیرا که حدیث داریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید المؤمن الذی یخالط الناس، یعنی مؤمنی که در بین مردم هست، اون مؤمنی که همیشه با مردم است، و یصبر علی اذاهم، و صبر میکند اون عذاب و اون شکنجه و آزاری که مردم اون را میدهد. خیر من الذی یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم، پیغمبر میگه که این بهتر است از اون کسی که با مردم یک جا نمی شود، در بین مردم نمی ایستد و صبر نمی کند به اذیت و آزار مردم. به اذیت و آزار مردم صبر نمی کند، پس از این ده همون کس بهتر است که در بین مردم باشد. اون مردم حتما که در راه الله دعوت کردی، در راه الله خدمت کردی، فشار به سرت میارن، حتما مشکلی به سرت میارن، حتما تشویشت میتین، آزارت میتین، غمت میتین، اما در همه این باید صبر بکنی. اگر تحمل کرده میتوانی و صبر بکنی، این بهتر و خوبتر است از اونه که از مردم کنارگیری میکنی و خلوت نشینی میکنی و بالای کوه میبرایی. از این ده بهتر است که با مردم باشی، از این ده بهتر است که با مردم باشی، زیرا که در بین مردم بودن این فایدهش زیادتر است که انشاءالله شاید چند کسا سبب هدایت و سبب راهنمایی و سبب توفیق یابیش گردی. این بود حدیث درباره اینه که اگر ما میتونیم صبر بکنیم، در بین مردم دعوت بکنیم، این افضل و خوبتر و بهتر است. اما حالت شود که هیچ امکانی نداریم که در بین مردم بمانیم، یعنی گوش ما نمیکنن، هیچ امکانی پیرو پیدا کردن وجود ندارد، آزار و اذیت با بلندترین درجه و فشار با بلندترین درجه در بالامون باشد، در این صورت چیکار کنیم؟ در این صورت ترک میکنیم و به کوه میبریم. زیرا که حدیث دیگر هم داریم، این حدیث هم دلیل است، حدیثی که حالا خواندیم، حدیث ابو سعید خدری، حدیث 1288 کتاب ریاض الصالحین، حدیث متفق علیه است که بخاری و مسلم روایت کرده است. این حدیث هم دلیل است. و باز حدیث دیگری هم داریم، حدیث دیگری هم داریم که اون حدیث در پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که حدیث بخاری است، در حدیث بخاری آمده است که پیغمبر اون حدیث هم ابو سعید خدری روایتش میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینه من الفتن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه یوشکو، یوشکو یعنی که به نزدیکی، به زودی نزدیک است، یعنی که آینده در فتنه های کلان می شود، پس نزدیک است ان یکون خیر مال المسلمی، این که بهترین مال مسلمان غنمش می باشد، گوسفنداش می باشد. یعنی که ثروت مسلمان گفت زمانی می شود که بهترین ثروت مسلمان این گوسفندها می باشد، چارپایان می باشد. چرا؟ یتبع بها شعف الجبالی، زیرا اینکه از دنبال گوسفندهایش این انسان، از دنبال چارپاهایشان این انسان به قله های کوه می براید، به بالاهای کوه می براید، و مواقع القطر و جای باران ریز، باران می باریدگی جای ها می رود، جای سبزه می برآمدگی جای ها می رود. یفر بدینه من الفتن، یعنی که میگریزد با دینش، یعنی دینش میگیرد و میگریزد از فتنه ها، یعنی از دنبال مالش به کوه ها می رود، از فتنه ها دور می باشد. پس این افضل می باشد. در کدام صورت؟ در صورتی که فتنه خیلی سخت است، امکان دعوت وجود ندارد، امکان وجود ندارد که تو دیگر به قال الله و قال رسول دعوت بکنی. در این صورت پس تو می برای به اون کوه های بلند و دینت را میگیری، میروی در اونجا الله را به تنهایی پرستش میکنی. پس در این صورت اگر فتنه ها خیلی کلان باشد، بترسیم از دینمون که در اون فتنه ها میافتیم، بترسیم از عقیده من که اون فتنه ها سبب میشود که عقیده را از دست میدهیم. در این صورت به کوه ها برآمدن افضل و خوبتر است از اونی که در بین
مردم بمانیم. پس این بود درس امروزمون و این بود حدیث 1288 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1289 کتاب ریاض الصالحین می باشد. این حدیث را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. درس امروزمون رو در اینجا به پایان می رسانم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.